داستان درباره یه دختر ساده است که برای تعطیلات با رفیقش که یک دختر هرزه همراه میشه که برن خوشگذرونی. بنده خدا نمیدونه رفیقش چی کار است. میرن دریا شنا میکنن، بعدش هم میرن تو ساحل آفتاب میگیرن. همون لحظه دو تا پسر سر میرسن و باهاشون میخوان گرم بگیرن، ولی اونا محل سگم به اونا نمیذارن. چون دختر مورد داره یه نفر رو تو کشتی تفریحی میبینه و حس میکنه که طرف از اون خوشش اومده. واسه همینم پیش خودش میگه که این دو تا پسر مفتخور رو دک کنن. بعد از این ماجرا اون پسری که داشته از دور دیدش میزده رو توی مهمونی میبینه و باهاش گرم میگیره و همراه میشه و با هم سوار قایق تفریحی پسره میشن. بعد از اونم که یه سری صحبت ها و بله میرن رو کار. دختر ساده که از تعجب شاخش زده بیرون دنبال یه کیس مناسب هم واسه خودش میگرده، ولی یه دوست پسر مزخرف هم داره که ولکنش نیست. اما ماجرا به همینجا هم ختم نمیشه. دختر میخواد با یه نفر که تو اون قایق است دوست بشه، ولی مرد خیلی آدم عجیب غریبیه. سعی میکنه باهاش دوست بشه، ولی شخصیت عجیب مرد روش تاثیر میذاره و خودشو عقب میکشه. ولی از اون طرف دوستش داره کولاک میکنه. هر شب با اون پسر است و معتقده که باید لحظه رو زندگی کرد. حالا از اینجا به بعد داستان جالب‌تر هم میشه. قبل ادامه اینم بگم که اگه تو هم دنبال داستان‌های خاص و جذاب میگردی، فیلم‌ها سابسکرایب کن. اسم فیلم رو هم آخرش بهت میگم. خب برگردیم سراغ داستان. قضیه از اونجایی جالب‌تر میشه که بعد از اون همه مهمونی و خوشگذرونی، آخرش هم پسر یه دزدی سوری را میندازه و اون دو دختر رو از قایق تفریحی پرتشون میکنه بیرون. بنده خدا حتی روحشون هم از این قضیه خبر نداره، ولی ناچارم برن بیرون. حالا که این اتفاق میفته، دختر ساده مجبوره برگرده پیش دوست پسر قبلیش و یه جورایی حالا قدر اون رو بیشتر هم میدونه. تعطیلاتشون تموم میشه، ولی یه خاطره تو ذهن اون واسه همیشه نقش میبنده. اونم اینه که زندگی آزادانه یعنی دل جایی باشه که آروم باشه. همین. حالا که تا اینجا با من بودی، اسم فیلم رو هم بهت میگم.